آقا ما خونه نشسته بودیم، گوشیمون زنگ خورد. جواب دادم دیدم محمده. گفتم جانم. گفت داداش یه دونه پولدار مخ کردم، یه رفیق خوب داره. گفتم محمد از اولش یه حساب دیگه ای رو تو باز می‌کردم، میدونستم با همه فرق داری محمد. گفت برای شماره‌شو می‌فرستم. شماره‌شو فرستاد، زنگ زدم گفتم سلام بانو، رفیق محمدم. گفت لوکیشن می‌فرستم بیا. گفتم چشم. راه افتادم رفتم رسیدم اونجا، دیدم خونه قصر. رفتم داخل دیدم 2 تا سگ پیتبول بسته، اصلا غریبه‌ها رو دوست ندارن. رفتم داخل درو بس. گفت زانو بزن پامو ببوس. گفتم جان. گفت پامو ببوس. گفتم بانو مگه دست نبود؟ گفت نه پامو ببوس. گفت برو تو اتاق الان من میام. گفتم ببین چقدر جذابی. رفت سر اصل مطلب. رفتم تو اتاق، یه اومد دیدم درو بس، یه شلاق انداخت رو تخت. گفتم دوست دارین با شلاق بزنمتون؟ گفت تو قرار نیست بزنی. گفتم جان. گفت صدات در بیاد سگا رو انداختم به جونت. محمد ببر به من نمیکرد، کم در آسیب میدیدم. محمد یوسف از زلیخا شلاق نخوردم. محمد از اول میدونستم آدمو به درد نخوری. محمد کل بدنم کم بودم.